ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷанқул. гуфтори 40. ناصر خسرو، سخنور بزرگ و مرد اندیشه. مفهومی فلسفی گومانیسم یعنی انسانگرایی یا آدمیت محض در دوره احیا یا رنسانس خلقهای آریایی شکل گرفته، من بعد در سراسر جهان پهن شده است. از این رو آثار علمی و ادبی اجداد بزرگ ما هرگز کهنشوی ندارند و نسل‌های من بعد نیز از این گنجینه جاودانه برای خود همیشه معنی‌های تازه و پند روزگار خواهند گرفت. این عنعنه نیک را در عصر 20 چهره‌های تابناک علم و فرهنگ تاجیک، صدرالدین عینی، بابا جان غفورف، میرزا ترسنزاده، ساتیم اولوغزاده و دیگران ادامه دادند. ما با افتخار و باوری گفته می توانیم که امروز هم در کشورمان عالمان و شاعران و هنرمندان نامدار کم نیستند و جوانانی با استعداد برای مرکبی پرپیچ و تاب علم و هنر با جسارتی خاص وارد می گردند. تاجیکستان از آنها در پیشرفت علم، فرهنگ و هنر بازیافت‌های تازه را امیدوار است، زیرا جوانان تاجیک وارثان علم و ادب و فرهنگی بزرگند که نظیرش در جهان کم می باشد. ما باید افتخار داشته باشیم که ملتمان را با فرهنگی اصیل و خاصش همچون ملتی فرهنگی می شناسند و احترام می کنند. وقتهای آخر در واسطه های اخبار عموم اینچنین به وسیله کتاب و رساله ها در بین بعض عالمان و ادیبان بحث های شدید برمیخیزند که در اصل خروش بحر را در پیاله میمانند. این بحث ها اکثرا ماهیت و ارزش علمی ندارند. از آنها بیشتر بوی خصومت شخصی و غرض می آید و در آنها علامت های گروه بازی به نظر می رسند. معلوم است که علم به بحث پایدار نمی ماند، چنان که ملک به سیاست و مال به تجارت. ولی اگر بحث عقیده ها و به خاطر دریافت حقیقت علمی نباشد و فقط واسطه بیان دعوای شخصی و تحقیر دیگران گردد، پس آن عاقبت نیک ندارد. مکالمه اهل علم می تواند تیز و تند باشد، ولی باید بی ستیزه و عیبجویی های بی اساس حتما در دایره آداب علمی صورت گیرد، وگرنه چنین بحث نحس می آورد که این را ما اولی سالهای فاجعه باری 90 قرن 20 دیده بودیم. به نظر ما بهتر می بود اگر اهل ضیا سری مسئله های زیرین اندیشه می کردند. در دوران استقلالیت علم و فرهنگ ما به چی دستاوردها نائل گشته است؟ در زمانه کشفیات های نو
با کدام اختراعات و نوآوری ها موفق شده ایم و امروز با کدام بازیافت های شایانی عالمان، اختراعکاران، هنرمندان و اهل قلم در پیش نظری جهانیان افتخار کرده می توانیم. نیروی ذهنی ملت ما به همه معلوم است. بنابراین خلق و دولت از اهل علم و زیاییان ایجادکار در ترقیات علم و تکنیک و تکنولوژی گذشته از این در رشد معنویت جامعه سهمی بیشتر را انتظارند. درست است که رواج ساحه های مذکور به مبلغ گذاری های کلان وابسته است و حکومت کشور این مسئله را همیشه در مد نظر دارد، ولی از طرف دیگر به یاد آوردن کافی است که مثلا ابن سینا و ناصر خسرو بر این علامه های ملت ما در چگونه شرایط عمر به سر برده بودند و گذشته از این بسیار شاه اثرهای عالم شمولی خود را در جریان آوارگردی و گریز از دست رقیبان و حتی در محبسها ایجاد کردند. آنها به مسئله های عمده و بنیادی علم مشغول می شدند، با حریفان غایوی خود بحث های دامنه‌داری علمی می کردند و از ارزش های عمومی بشری پشتیبانی می نمودند. ولی امروز اکثر زیاییان ما حتی وقتی این در یگان کشوری دیگر تاریخی ملت و وطنی تاجیکان را بدقصدانه تحریف می کنند و به میراث فرهنگی ما دست درازی می نمایند، خاموشی را افضل می دانند یا عموماً موقعی بی‌طرفی را اشغال می نمایند. حالان که حفظ دستاوردهای معنوی ملت و میراث فرهنگی نیاگان پیش از همه قرض مقدسی فرزندانی بیدار دل و روشن فکری وطن یعنی زیاییان بود و همیشه خواهد ماند. اگر زیاییان این رسالت خود را در زمان خیش انجام ندهند، آینده به آنها بهای مناسب خواهد داد. در جامعه ما باز یک روند نامطلوب مشاهده می گردد که مرا همچون راهبری دولت نمی تواند به تشویش نآرد. من مناسبتی بعضی خادمان فرهنگ و کارمندان واسطه های اخبار عموم را به زبان ادبیمان در نظر دارم. گاه‌ها در برنامه های رادیو و تلویزیون، صحنه تئاترها، نوشتجات اهل قلم، گفتار و نوشت عامیانه و لهجه ها زبان ادبی را تقریباً تنگ کرده می برارند. ما باید حتماً پیش راهی این تمایل خطرناک را گیریم. درست است که استاد عینی لهجه و شیوه های گوناگون را یک منبع غنی گردیدنی زبان ادبی شماریده است و ما باید از لهجه ها دردانه ها پیدا کنیم و دسترسی عموم گردانیم. ولی این هرگز معنای پایمال کردن معیارهای زبان ادبی را که در دوام 100 سالها تشکل یافته صیقل خورده اند و باری ادبیات 1000 ساله کلاسیکی ما را کشیدند ندارد. زبان تاجیکی جوهری ملتی ما را تشکیل می دهد و تمام مردم فارسی زبان دنیا را به هم می پیوندد. از این رو ما زبان ادبیمان را باید دوست داریم، حفظ کنیم و در سراسر کشور گسترش دهیم. ما باید افتخار از آن داشته باشیم
که صاحبی چنین زبان شیرین و گوشنوازی قدیمی و پرغناوت، زبانی علم و شعر و ادبی عالمگیر هستیم. باید به قدری آن رسیم، مهرش را با شیری مادر به قلب فرزندانمان جا کنیم و این عنعنه را از نسل به نسل ادامه دهیم تا زبانی نابی تاجیکی عمری جاودانه یابد. تمدنی چندین هزار ساله نژاد آریا محض به واسطه زبان شیوا و پرغنجایش تاجیکی و فارسی و قرینه های باستانی و عهد میانه آن تا زمانه ما رسیده دسترس عالمیان گردیده است که این هم باعث افتخار و هم مسئولیت بزرگی وارثان این تمدن قدیم است. سالهای آخر در رسانه‌های خبری عالم و مطبوعات جهانی عملهای دهشتباری تروریستی و اکستریمیستی را با دین مقدس اسلام پیوند می‌دهند. این سیاستی دور از حقیقت دین صلح پروری اسلام را در چشم مردم جهان چون عاملی پهن کننده تروریسم و اکستریمیسم جلوه داده حس بدبینی و عداوت را نسبت به مسلمانان می انگیزد. اگر ما به تاریخ نظر افکنیم پس می بینیم که در همه دور و زمان اشخاصی بودند که از دین چون واسطه‌ای رسیدن به هدفهای سیاسی خود استفاده می نمودند و در زیر پرده دین از حریفان غایبی خود نقار می گرفتند. دین مبین اسلام نیز از این روند نامطلوب در کنار نمانده است. ما مثالهای زیاد آورده می توانیم که چگونه افراطگرایان دستورهای دینی را تحریف ساخته بر رقیبان خود فشار می آوردند و حتی به عملهای تروریستی دست می زدند. زمانی پرماجرا و زندگی پرشیب و فراز و سرسانی و سرگردانی های ناصری خسرو هم به این گفته ها دلیل شده می تواند. متاسفانه کوشش های به دین مبین اسلام پیوند دادنی عملیات تروریستان و با این راه بدنام ساختنی یکی از دینهای بزرگ جهانی ادامه دارند. اعمال ننگین تروریستی و اکستریمیستی که در کشورهای گوناگون جهان به اجرا می رسند کاری دست اشخاصی جاهل و کوتاه اندیش و گرفتاری وسوسه های زوراوری بوده با دین مقدس اسلام یگان عمومیت ندارند. ناصر خسرو، سخنوری بزرگ و مرد اندیشه. امروز رویه های افراطگرایی نه تنها در اسلام بلکه در دیگر دین و آیین های جهانی و حزب و حرکت های مختلف به چشم می رسند که مثال روشن آنها گسترش فعالیت گروه های نیوفاشیستی، حرکت های شاوینیستی و جنبش های ملتگرایی شده می توانند. محض همین غایه های افراطگرایی که در زمینه تیزتون شدن مناسبت دولت های ابرقدرت برای تقسیمات بازارهای جهانی پدید آمده بودند، انسانیت را به کام آتش دو جنگ بزرگ جهانی افکندند. از این لحاظ خطر اسلام و اسلامگرایی را به حد دهشت رسانیده
ولی ظهورات تازه افراطگرایی را که بیشتر در میان جوانان بعضی کشورهای غربی در شکل و حرکت‌های نیافاشیستی و شاوینیستی و دیگر رویه‌های خطرناک عصیان‌جویانه قوت می‌گیرند نادیده گرفتن به منفعت جامعه بشری نیست. تمدن اسلام در تاریخ دیرینه ملت ما با اصالت فرهنگی، عنعنه‌های بشردوستانه و ماهیت انسان پرورانه غنی و رنگین شده، چون یک دین معرفت و اخلاق و پاکی و پاکمنیشی تشکل و گسترش یافته است. از میان ملت تاجیک بزرگترین مفسران دین اسلام برخاسته با تفسیر و تدبیرهای انسان دوستانه و اصالت فرهنگ پروریشان رویه های گومانیستی این دین را تقویت بخشیدند. محض مذهب الهام بخش و بشردوستانه امام اعظم ابو حنیفه تاجیک، حدیث های صحیح امام بخاری، تفسیرهای مکمل طبری، تدبیرهای خداجویانه و حکمت و فلسفه امام غزالی و ده‌ها شخصیت‌های توانای ملت ما به دین اسلام روح فرهنگ عجم را دمیده، اصالت بشردوستانه تمدن ما را نگاه داشتند. بنابراین اسلام و مردم مسلمان را از تمدن بشردوستانه جهانی جدا کرده با پدیده‌های افراطگرایانه تروریستی و اکستریمیستی همرنگ دانستن آن نه فقط از روی انصاف و عدالت نیست، بلکه تحریف روی راست و اشتباهی بزرگ است. در این رابطه باید ذکر کرد که سیاست و ایدئولوژی رسمی حاکم سابق شوروی که ماهیتاً ضد دینی بودند، نارضایی و اعتراض طبیعی اعتقادمندان دین و مذهب‌های گوناگون را افزایش می‌دادند. در این زمینه تدریجاً جنبش‌های مذهبی از جمله جنبش‌های اسلامی شکل گرفتند. در تشکل آنها عامل‌های خارجی نیز تأثیری معین داشتند. متاسفانه بعضی دایره‌ها و شخصیت‌های روحانی بجای افتخارات ملی و فرهنگی اسلام که از سرچشمه‌های تمدن نیاگان ما آب می‌خورد، به رویه‌های صرف مذهبی افضلیت دادند. ما پدیده افراطگرایی را از سر گذرانیده، فرق کردن دین مبین اسلام را از همه گونه ظهورات بیگانه خوب آموختیم و تلاش ها کردیم که در زمینه سنت ها و فرهنگ اسلامی بیش از 1000 ساله نیاگان کشور خود را از همه گونه عامل های افراطگرایی نجات دهیم. جنگ شهروندی دستاوردهای نخستین استقلالیت را از ما ربوده، به تلاش‌های خودآگاهی و خودشناسی خلق ما ضربه گران زد. ولی برخلاف چشم داشتی کارگردان‌های این جنگ پرفاجعه تحمیلی، ملت تاجیک هدف‌های غرضناک دشمنانش را فهمیده به مخالفت مسلحانه خاتمه بخشید. سازشنامه عمومی استقرار صلح به تاریخ دیرینه خلق ما همچون پیروزی عقل و ذکاوت ملت تمدن ساز و با فرهنگ تاجیک وارد شده، سیاست صلح جویانه دولت و حکومت از جانب خلق دستگیری یافت. واقعاً ملت تاجیک با فرهنگ دوستی و ذکاوتی بلند و اراده صلح پروری و جوهر آبادگریش باری دیگر نشان داد که همگونه مخالفت سیاسی، عقیده های گوناگون اجتماعی و راه و روش های مخالف یکدیگر را با فراهم آوردن فضای حسن تفاهم، پیش گرفتن سیاست تحمل و مراسا،
چون گذشتگانی خردمند و فرهنگ پرست خود به مجرای سالم روانه کرده می تواند. صلح تاجیکان که برای حفظ و تأمین صلح منطقه و حتی جهان اهمیت بزرگ دارد، در تاریخ بیش از 50 ساله سازمان ملل متحد همچون تجربه یا مدل نادر اعتراف گردید و صد شکر که امروز صلح و امنیت در مملکت پایدار است. فضای باوری و اعتماد کل شهروندان تاجیکستان تحکیم می‌یابد. امروز همه نیروهای موجوده جامعه، حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی با حس خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و وطن پرستی در گرد محور غایه وحدت ملی متحد شده بهر پایداری استقلال و آبادی وطن عزیزمان زحمتی سازنده می کشند. زیرا راه مشکل، پرخطر و دشواری رسیدن به صلح و رضایت ملی برای همه ما سبق داد که یگان نعمت دیگری عالم از استقلالیت و آزادی، دولت صاحب اختیار ملی و وطن مقدس اجدادی بالاتر نیست. 1000 ساله سیوم در پیشاروی دولت صاحب استقلال و ملت کهن بنیاد ما وظیفه های نو و مسئولیت های بسا بزرگ می گذارد. ما باید در جهان امروزه و آینده سیمای ملی و ارزش‌های معنوی خود را از دست نداده در ردیف دولت‌های پیشرفته و متمدن دنیا جای گیریم و استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را تحکیم بخشیم. به خاطر پایداری استقلالیت و پیشامدهای نیک کشور، مردمی سالار و قوی روح تاجیک بنیاد یک سلسله انشاءات‌های مهم و ساختمان‌های بزرگی دارای اهمیت عمومی دولتی و بین الخلقی را زینه به زینه پیش برده پایدیواری آینده را می‌گذارند. پرچم وحدت ملی و صلح و آسایش پایدار فضای باوری و اعتماد را به آینده افزوده، حس خودشناسی، اصالت وطن دوستی و افتخار ملی مردم را بالا میبرد. ما به شرافت استقلالیت تقدیر وطن و دولت اجدادی خود را به دست گرفته با سیمای خاص و عزم و اراده سازندگی سوی آینده آباد و جامعه متمدن شهروندی می رویم. در این راه ما را نیروی خلق زحمت دوست، آبادگر و صاحب تمدنمان الهام بخشیده اعتماد و باوریمان را به فردای نیک می افزاید. آزادی و استقلالیت آرزو و آرمان 1000 ساله فرزندان دانشمند و صاحب خرد و با ننگ و ناموس ملت تاجیک بود و بیهوده نیست که ما همزمان با جشن استقلال زادروزی یک تن از هزاران مردان ملتخواه و وطن دوست یعنی ناصر خسرو را تجلیل نمودیم. به خاطر ابدی گردانیدن نام نیک و تلاش و مبارزه های ناصر خسرو در حفظ هویت و افتخار ملی و توسعه من بعده خودشناسی و خودآگاهی نسل‌های آینده ملت پیشنهاد می‌کنم که ناحیه بیشکنت ولایت ختلان به نام ناصر خسرو گذاشته شود. بگذار از برکت استقلالیت مهر وطن و مهر سرزمین اجدادی در دل ما پیوسته افزاید و هر فردی آگاه و بیدار دل و با ننگ و ناموس چون وارث حقیقی دولت صاحب استقلال و عضو خاندان ملت سالار و سربلند تاجیک افتخار نماید.
بگذار از فیض و برکت استقلال، پرچم وحدت ملی راهنما و آیین ملت صلح پروری تاجیک هدایتگری ما سوی فردای پرسعادت باشد. بگذار آرمان و تلاش‌های استقلال خواهانه و وطن پرستانه فرزندان فرزانه ملت و مانند ناصر خسرو روشنگری راه تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار به سوی آینده آرام و آباد و آسوده باشند. شمسی تبریزی شخصیت بزرگ و کم نظیر عالم عرفان. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. دهه زیبای و خوشمنظری ویشب ناحیه عینی مثل اکثر شهر و دهات تاجیکستان محبوب ما تاریخ قدیمی بیش از 1000 ساله دارد. نام این دهه در کتیبه های معروف سغدی که سالهای 30 عصر گذشته هنگام کاوش های باستانشناسی از قلعه مغ به دست آمدند در دو شکل ویشک و ویشک به مشاهده رسیده به فراوانی آب و گیاه در این موضع فیضبار کوهستان دلالت می کند. ولی به اندیشه من چیزی که طول 100 ساله ها به این دهه دوردست کوهستان شهرت و اعتبار بخشیده است قدمگاه بزرگان و عزیز و اولیا بودن آن است. مردم دهات وادی زرفشان مزار بزرگوار این دهه را به نام شمس تبریزی نسبت می دهند و عصرهاست که درماندگان و نیازمندان این آستان مقدس را کوی ارض نیاز و مکان عبادت و زیارت قرار دادند. در واقع شناخت احوال و آثار فرزندان فرزانه سرزمین فرهنگ خیزمان ما را وادار می سازد که سابقه تاریخی خود را خوبتر و بهتر آموزیم و به کار و پیکار ابرمردان علم و ادب، تاریخ و فرهنگی عالم شمولی گذشته خود ارج گذاریم. شما گفتار 40 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.